سلام، شما به پادکست نهله گوش میدید. ممنونیم که در ادامه این فصل هم ما رو همراهی میکنید. آقای خنداوی در ادامه اپیزودهای قبل به توضیح بیشتر ویژگی‌های شخصیتی آقای خسروشاهی، نحوه مدیریت مینو بعد از انقلاب، تأسیس کارخانه مینو در خرم‌دره و کلی خاطرات جذاب دیگه صحبت میکنن. امیدواریم شما هم از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. شو واقعا اصلا یه شخصیتی بود. بگم بهتون به جرئت بگم، میدونی که من الان تو این صنعت مشاورم دیگه. الان ماشین سازی، حالا ما برای کسانی که تو صنعت شیرین شکلات نیستن، حالا منو با ماشین سازی میشناسن دیگه، ما رو، یعنی حالا منو پسرم تشکر، ولی خب تو صنعت منو به عنوان کسی که تو صنعت شیرین شکلات هستم و کار فرمولی میکنم، مشاور این صنعت برای ماشینالات و فرمول و این چیزا هستم، میشناسن. به همین دلیل کارم خب من تو تقریبا بیشتر کارخونه‌های ایران یا بالاخره یه بار دو بار یا یه سال دو سال به عنوان مشاور باهاشون همکاری کردم، براشون دستگاه هم یا نصب کردم، بالاخره کم و زیاد باهاشون کار کردم. همشون بزرگ و خوب و همه خلاق. خارج هم کارخونه زیاد رفتم، پاکستان رفتم، نمیدونم این دور بر افغانستان رفتم، پاکستان، هندوستان، چه میدونم آذربایجان، کشورهای دور بر، آلمان، این ور اون ور که هم کاری بوده، هم خرید دستگاه، هم کمک فرمولی، همونجا تو نمیدونم بلوک شرق کارخونه رفتم. هنوز مثل آقای خسروشاهی و مثل مهندس فنچکین پوش من ندیدم. منی که میرم با صاحب کارخونه مجبورم صحبت کنم، اولش صحبت کنم، اون میخواد با من بگه این کارو کن اون کارو کن، بعد مدیر کارخونهش نفر بعدیست که من باید باهاش کار کنم. چون با آدمای رده اول و دوم تشکیلات ممکنه یه گروه بزرگ بوده دیگه، من با مثلا نستله که مثلا چند بار رفتم یا رانتر مرکز شد و صاحبشون معلوم نیست چیه، چون چی میگن به اینا چند ملیتن هولدینگ آدم، اون بالاترین شخصیتش برده. هیچ رو هنوز نه تو ایران نه تو اروپا نه کشور ندیدم به شخصیت اینها، به شخصیت این دو نفر. من میخوام بگم ایشون، من وقتی که من خودم میدونم، من وقتی از آقای خسروشاهی صحبت میکنم میگن که خنداوی داره افسانه پردازی میکنه، ولی به والله افسانه نیست، این واقعیته. یکی دو بار به من گفتش که چون گفتم کارگاه ما پشت اتاقش بود، من به واقع از 16-17 سالگی تا انقلاب، تا بعد از انقلابم که خونهش رفتم دیدم، تا بعد چند سالم که رفتم تو سوئیس دوبار پیشش دیدم، ایشون واقعا اون موقع که هیچی نبود و بعد که شد بزرگترین کارخونه ایران و بعدم که کارخونه رو گرفتن رفت و اصلا همون شخصیتی بود که همون بود. تو سوئیس میدونین به من چی گفت؟ به من گفت محرم راستی کاش که اون دستگاه ها رو نمیخریدیم. تا گفت کاش که اون دستگاه رو من فهمیدم کدومو میگه. من مکس کردم، گفتم آقای خودش کدوم دستگاه رو دیدم، یه ذره گفتم ناگیمه ها رو میگین؟ گفت آره. ما آخری ها یه سری ماشین از آلمان شرقی خریدیم، ماشین ما مال آلمان غربی بود، انگلیس یعنی از بلوک شرق هیچی نخریدیم. آلمان شرقی هم این کمپانی ناگیمه کمپانی بود، تازه درست شده بود، بعد نه الان دیگه خوب شده. اون موقع تقریبا 10-15 تا ماشینالت اونجا خریدیم که زیاد خوب نبود. اونجا کاش که اونا رو نخرم. مثلا از اون یک کمپانی معروفیه، فرضاً بخوام مثال بزنم، ما ماشینامون رو با بنز و با رویز رویس چیز میکنیم. مثلا یک کمپانی داریم رستگارتی، میگه ماشیناش رویز رویسه، کلا ماشین مثل بنز مونه، اون مثلا اونا مثل پراید، مثلا مثل بی ام و چی اینجوری. آره مثلا آره گفت کاش که حالا رفته کارخونه رو گرفتن، چند سالم گذشته اونجا نشسته، هنوز داره میگه که کاش که اون رو نمیخریدیم، اشتباه کردیم. ببینین چرا اینو میگه. الان من تحلیل میکنم چون میشناسمش، برای میگه که این سرمایه برای ایران باید سالم اون کار کنه، اون ماشینا خوب نبود، زود خراب شدن، از بین رفتن. برای این میگه، چون دیگه اونجا اون چه تولید بده چه نده، چه خراب بشه چه هر چی بشه دیگه که دیگه دستش کوتاست، کار نداره.
ولی میگه کاش که اونا رو نگرفته بودیم، مثلا از روسگارتن گرفته بودیم بعد از این همه سال. ببین افکارش اینه. وقتی میگم آقا خودشو میگم این کارخونه مال شماست مال من نیست، رسما میگم مال شماست مال من، میگم من مسئولم اینجا رو نگهداری کنم. چون مسئولم نگهداری کنم به آدم بزرگا میگفته اینو عامیانه تر برای کارگرا به بچه‌ها اینجا میگم کارخونه مال خودتونه، سهامشو بخرین، سودش خوبه، منفعت. ولی اونایی که ذره رد بالاتر بود میگفت این کارخونه مال شماهاست، هم شما هم کارگرا، ما مسئولیم اینجا رو نگه داریم، ما مسئول نگهداری اینجاییم. شما فکر نکنین حقوق میبرین، من فکر نکنم اینجا مال منه، من و شما همه شما اینجا نون میخورین، کارگران نون میخورن، منم اینجا مسئول شدم با شما الان مسئولیم اینجا رو نگهداری کنم. این واقعیت ذهن ایشون بود. ایشون روزی که یه روزی یک کم مدیرا میگه که آره این سیاستش بوده، میخوردن و بهشون گفتم اینجا کباب میان میخوری، بعد این گفتم که قدر بدونی، شما باید قدر بدونی. شما گفتم شما اینجا رو میگه که آدم خداشناسی، میگه چجوری خدا رو که نمیشه بشناسی نشون بدین، میگه یه آثاری رو ببین پی ببر که خدایی هست. نمیدونم یه تخت جمشید رو بدون، یه آدم بزرگی قدرتمندی بوده، یه معماری ببین که یه آدم دانشمند، یه آدم فیلسوف، یه آدمی که مهندس بوده، اون اثر رو. شما مینو رو ببین تو قلب یه بیابون، 1,300,000 متر زمین، یه کارگاهی که از میخوای از پفک بری کارگاه باید با ماشین از پفک بری کارگاه بیسکویت. شما نمیتونی فکر کنی چه آدم بزرگی بوده این چیزو درست کرده. این آدم اگه اونی که تو خیال میکنی بود، این تشکیلات الان توی اروپا بود، یا عین این تشکیلات کاخ توی اروپا داشت، نه اینکه اینجا باشه، نه اینکه بیاد شبونه از تهران بیاد اینجا، شب بلند شه بیاد کارخونه خرم‌دره رو راه بیفته بره نگهبان شب جلوشو بگیره بگه آقا کجا داری میری. گفتم شما انصاف داشته باشین دیگه. منظور اینجوریست دیگه. خسروشاهی به هر حال باز برمیگردیم، آدم بزرگی بوده، آدم بزرگی بود. خرم‌دره از خدمت شما توی دیگه اوایل دهه 50، یعنی تو سال 55 اینا دیگه گفتن که تهران حالا جا نداره، یه مسببه تصویب شد که کارخونجا رو برن 120 کیلومتری تهران، یعنی یه چیزی شد که 120 کیلومتر بعد از شعاع تهران برن خارج، که مثلا شهرک صنعتی البرز درست شد. این شهرک‌ها که بعدها البته بیشتر، ولی البرز زودتر شد به این شکل که برن اونجا. خب مینو هنوز در حال توسعه بود دیگه، یعنی کارخونه تهران همینی بود که هست، یعنی به همین عظمت و بزرگی بود دیگه. حالا میخواد توسعه بده، جام نبود دیگه، با زمین بخره، طبقات اضافه کنه. زمین هم داشتیم، زمینا رو هم نذاشتن بسازن. الان یه ساختمانی مون که بعدا نمیدونم توش چیکار میکنن الان دیگه. به هر حال تصمیم گرفتن چون شیرین شکلات باید جای خنکی باشه، گرم نباشه، آب خوب داشته باشه، اینا خرم‌دره رو انتخاب کردن که خرم‌دره انتخاب شد جای توسعه کارخونه مینو تهران که قرار بود دیگه تو تهران توسعه پیدا نکنه، که دیگه چون یه سری ماشینالات هم آورده بودن، همون تو خیابونای کارخونه مینو مونده بود که جا باید سالن میساختن دستگاه رو بذارن، چون اجازه نمیدادن که دیگه اونجا ساختن که زودتر اینا رو ببرن اونجا راه بیفتن، که بالاخره اونجا یه زمین بزرگی رو خریدن و یعنی پیش بینی آینده رو هم کردن دیگه. که البته قرار بود 2 تا شرکت، یه شرکت شکلات و کاکائو خرم‌دره توی دل اون شرکت، تو دل هم دیگه، یکی مینو به اضافه یه شرکت شکلات و کاکائو خرم‌دره که توی هم بود، ولی یکی بود مثل شرکت پرسویس والون، شرکت خوراک شده بود، مینو جدا بود، نمیدونم این چند تا شرکت بودن. اونم می‌خواست یک گروه هم، ولی با شخصیت یه سری ماشینات هم براش اومد که اون انجام نشد دیگه، که اونجا رو درست کردن و راه افتاد و حالا بود دید و راه افتاد که دیگه یه بیابون واقعا بله دیگه بیابونی که واقعا بزرگش کرد. الان درخت‌ها توش تنه به این دور، حالا درخت‌ها به این بزرگی، آب و کارخونه و نمیدونم شهر. بله یعنی شهر بزرگ شده، شهر تو یه شهر کوچیکی ولی 2500 تا کارگر حقوق بگیر، میدونید چه تغییراتی تو اون شهر.
یعنی همه خونه گلیا خراب شد، ساخته شد، همه تو دهه بعدش اونا هم خراب شد. آپارت ساختمان‌های بزرگ رو نمیدونم، حالا نه خیلی بلند ولی 6 طبقه 7 طبقه چه میدونم، سوپر و سوپرمارکت و دیگه این و اون و اینا. بله. سینما درست شد و آخر بیمارستان. باز براتون یه چیزی بگم، الان توی ورودی قسمت کارخونه خرم در از یه جایش نصف شده، خونه‌های سازمانیه برای کسانی که بومی نبودن، برای اینکه جذب کنن به مدیر خوب بیارن، فنی بیارن، آورده بودن اونجا خونه داده بودن، اونجا خونه داشتن زنه، خونه به لیولای مختلف دیگه، آپارتمان، خونه، ویلای جورای مختلف دیگه. خب برای این فروشگاه گذاشته بودن، سینما گذاشته بودن، سرویس گذاشته بودن، خانواده ها رو پنجشنبه میبرد تهران، جمعه عصر برمیگردون. یعنی ببین همه چی مهیا بود اونجا. حالا سوخت بیارن، گاز بیارن، خونه ها چیزی، تعمیرات خونه لازم داره، چیزی میخوان کمک کنن، سرویس بچه‌ها رو ببره مدرسه، بچه‌ها رو بیاره، روزی 2 دفعه سرویس، 1 دفعه صبح، خانوما رو ببره خرید، بعد از ظهر بیاره. بله هم صبح میبرد هم بعد از ظهر، یه دفعه صبح میبرد خرم دره، بعد از ظهر میآورد ابهر. اینا یه 5-6 کیلومتر فاصله، ابهر بزرگتر و خرم دره کوچیک‌تر. حالا جنس‌های متنوع بود، یه چیز برن. بله همه این چیزا بود دیگه. زمین فوتبال چمن شده، یه نونوایی بخوان نون بگیرن، عرض کنم. بله مینو اگه مونده بود الان فکر نمی کنم که هیچ گروه غذایی به اندازه مینو میشد. جانا چگویم شرح فراغت چشمی و صد نم، جانی و صد آه، جانی و صد مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آینه رویا، آه از دلت آه از دلت گداخت یک سر رویای سرمدیم، به دور باطل این استوانه ها بریخت آب هزارم چه بیهوده، به شست سرخیم از رنگ دانه ها. ز التفات یمین و یسار شد، چه خالی از همه وجهی ترانه ها. نه خلص است معانی نه این جهان، تناقضات مدامم بهانه ها، تناقضات مدامم بهانه ها. به این دلیل میگم که چون ببین من اولکردون کارخانه بزرگ ترکیه رو دیدم، هم دستگاه دادیم، هم برای مشاور رفتم، هم به هر حال هم کمپانی کارخانه نستله رو مثلا تو انگلیس بیشترش رو دیدم، بیشترش توشون دوره داشتم، آلمان تک و توکش رو دیدم، سوئیس 1-2 تاشو دیدم کارخانه باشه. به این دلیل بعد تو نمایشگاهی که میریم، تو نمایش شیرینی شکلات، هم ماشین‌ها هم محصولات میریم، اونا رو میبینیم و بعضی از صحبت میکنیم، میبینیم اگه مینو بود رفته بود دیگه. اصلا میگم شما همه عظمت مینو ببینید، میخوام بگم 1.5 دهه هست، 1 دهه 40 تا 50 مینو تهران اینی که میبینی بوده، بیابون به معنی واقعیش این شده. 5 سالم یعنی تو 55 مینو خرمدره اینی که میبینی این شده، یعنی 1.5 دهه همه عظمت. ببین چجوری کار کرده خودش، یک کسی ببین چه شخصیت، چه ذکاوتی داشته، چه پشت کاری داشته، چجوری میتونسته دستگاه انتخاب کنه، چجوری میتونسته تولید رو جوری کنه که صادرات منطقه رو بگیره دیگه. مثلا نستله سرصداش در اومده که شما مثلا بازارهای ما رو مثلا تو منطقه خراب کرده، چون دیگه همه محصولاتی تحت لیسانس بود همه رو صادر میکردن دیگه.
دیگه جوری بود تو کشور عربی، حالا یه ذره هم تعصب مال ایرانی و مسلمان بودن و خارجی بودن، به هر حال بازار کیتکت و این اونو گرفته بود دیگه. چون من خودم مثلا میرفتم برای کار فرمولی، و مثلا این برتی که ما می‌ذاریم آبنامه پولو بود، شو که انگلیسی آبنامه. من وقتی که میرفتیم با مال اونم آزمایش میکردیم، مال ما برتر از اونا میشد دیگه. بله بهتر میشد. باز یه خاطره براتون میگم. اولین باری که من رفتم خارج، من به نظرم سال 48 بود، از طرف کارخونه رفتم. اون موقع رانتری مکینتاش و کدبری و اینا رو یونایتد بیسکویت هنوز نستله نخریده بود. یعنی رانتری خودش به عنوان یک کمپانی بزرگ شیرینی بیسکویت سازی بزرگ انگلیس، بزرگ دنیا مطرح. گفتم که صاحبش یکی به نام مکینتاش بود، لقب سر داده بودن بهش و تو اون سالن عکس بزرگ قدیش با اون پاتیل کوچولو که تافی توش درست کرده، اختراع مخترع تافی بوده، بساط و کارتکش و بساطش هم همه پاروش اینا هم اونجا تو اون سالن ورودی هستش، اونجا به یادگار نگه داشتن. البته شنیده بودم که ببینه که چون قبل از من چند تا فنی رفته بودن خارج اومده بودن، یک نفر از دوستامونم برای شکلات رفته بودن. اونا گفتن آقای خسروی برمیگردی میپرسه چی دیده، یعنی گزارش گونه میخواست. بعد من که منم معمولا نوشتنی نیستم، یعنی اصلا چیز نمی‌نویسم، گزارش نمیتونم، چون بنویسم خیلی مختصرم، چون اصلا عادت دارم توضیح بدم. الان فرمولم که میدم کوتاه می‌نویسم، باید اینا باید دراز باشه تا پول بدم. دو ورق سه ورق گزارش این باید اینجوری بشه اونجوری بشه که ببین. گفتم من مختصرم، اینه تموم میشه. بعدن منو میشناسه، بعدن پولو میده. من اول پول نمیخوام از هیچ کسی. رفتیم و برگشتیم اومدیم و یکی دو روز گذشت و بعد آقای خسروی فرستاد که بیا دفتر. صدامو کردم رفت. گفت یکی دو روز صدات نکردم که بیای بری خونه جابجا بشه کاراتو ببینه. خب بشین می‌بینیم. خب چی بود، چه خبر بود، چی بود؟ و خب منم با همون ترسی که گفتم یه چیزایی نوت برداری کردم، نگذاره نوت برداری بر اساس اونا بتونم حرف بزنم توضیح بدم دیگه. یه چیزایی نوشته بودم و اینا. خب یه چیزایی بود که بعضی چیزاش به درد شما نمیخوره، مال کار تولید و فرمول ایناست، ولی اون چیزی که به درد شما میخوره امروز خیلی با اهمیته، خیلی با ارزشه که شخصیت خسروشاهی رو تو اون تاریخ نشون بده. اینه که توی گزارش گفتم که آقای خسروشاهی کارخونه ما خیلی تمیزتر از کارخونه اوناست. بعد من یه دفعه اینجوری کردم، ما 2 نفر تو اتاق به من گفت همینجوری به کسی نگی ها. من گفتم به خدا خسروشاهی کارخونه خیلی تمیزتر از اوناست. گفت میدونم ولی به هیچکی نگو. چرا ببین چقدر بزرگه. باز من تکرار کردم که چون سن من خوبه نبود دیگه. من قبل از ازدواج رفتم چیزی. الانی که تعریف میکنم فکر میکنم که تازه 24 سالم شده. بعد باز من تاکید کردم که مثلا راست میگم. گفت باز اون بار گفت میدونم محرم. میدونی چرا میگم؟ گفت بگو اونا تمیزن که ما از این تمیزتر نگه داریم. گفت اگه بری کارگاه بگی اونا کثیف بودن، بچهای ما دیگه میگن آقا تمیزه دیگه. اینه چراش. تو دهه این سال 48 این حرف. میگم هیچکی نبود تو اتاق. من تا گفتم آقای خسروی کارگاه ما خیلی تمیزتر از اوناست. به هیچکی نگی. همینجوری آروم تون صدا عوض. کسی هم نیست. یعنی میخواست اهمیت رو نشون بده همینجوری. به کسی نگی. من قسم خودم به خدا آقای خسروی راست میگم خیلی تمیزتره. و گفت تو برای کسی نگو. بعد باز من تکرار کردم که مثلا دارم راست میگم. آره. بعد گفتش که آره میدونم میدونی چرا میگم؟ گفتم نه. گفت برای اینکه الان بگی به اینا بدونن که ما تمیزیم. نه. گفت ما باید خیلی تمیزتر از این باشیم. بعد باز به من توصیه کرد که رفتی اونو الگو نگیری ها. مال خودمون از اینی که هست باید تمیزتر باشه. شما ببینید موقع اون میگه که آقای خسروشاهی زرنگ بوده، سال 40 نشسته و کار یارنهار خود را انقلاب زرنگه. بله زرنگه. ببین کسی چه بینشی داره. این تو شخصیتشه. وقتی کارخونه رو میگیرن
کارگرها میگن اگه 2 ماه 3 ماه پول ندی از پنجره طبقه 4 پرتت میکنیم پایین. البته اینا بیشتر چپی بودن اون که میگم میندازیمت پایین. خیلی میگم بعد میگه بنویسونی بگیم، میگه نمی‌نویسم. بعد میگن میگه میدونی چرا؟ میگه برای اینکه مال شماست. بنویسم مال خودت، به خودت مال شماست. اینی که شما میگی نیست که شما میخواین. بعدم بهشون گفت شما اگه گفت من انقلاب قبول دارم. البته این خیلی این من صفر میگم این تو حرف یعنی نشون داده که اینا قبولن دیگه، ما قبول داریم که اگه شما ما قبول دارین نامه بگیرین بیارین هر کار نامه بدن، مثلا شما هر چی میخواین بگیرین بریم بگیرین مال شماست. من 1 ریال هم نمیدم، میندازین پایین بندازین هر کاری میخواین بکنین بکن. و بعضی روزا خیلی توهین آمیز باهاش برخورد کردن. یعنی بعضی کارگرها از کارگاه‌ها می آوردن بیرون، نه کارگاه از داخل کارگاه، اونایی که حالا باید کم عقل انقلاب نمیفهمن چیه میشه ازشون می آوردن اینجا از جلوی اتاق نگرد به اینا یه ذره توهین مانه. آره شما حق ما رو خوردین، شما نمیدونم اله اینا میگفتن میرفتن. بعد یه گروه از ویفر می آوردن، بعد یه چند تا از میرفتن از قسمت بیسکویت می آوردن. ولی ایشون گفتن میندازین کارخونه مال شماست، نامه بگیرین هر کاری میخواین بکنین. من تا حالا مسئول بودم نگهداریش کنم. ببین کارخونه مینو هیچ چیش مصادره جزء کارخونه مصادره نشد. متاسفانه انجمنایی که درست شد دیگه. چی میگن تو کارخونه بسیج درست شد و از کنم انجمن اسلامی درست شد، اینا درست شد که اینا رو ما قبول داریم و معتقدیم که اینا باید باشن. خیلی هاشون افراطی عمل کردن، به دست همین بعضی انجمنیا کارخونه‌ها خراب شد، به دست بعضی انجمن‌های کارخونه‌ها واقعا شکوفا شد، بزرگ شد، چند برابر شد. چیزی که سودی که ازش داشت میرفت بیرون مون توی اونجا. بعضی هم خرابکاری کردن دیگه. متاسفانه حالا اون دوران البته شور انقلابی بود دیگه. آره اون شور انقلابی بود که امروز میگن اون شعورش بهتر از شورشه دیگه، چون واقعا اون چیز نبود. خود اینا فشار آوردن دیگه. یه سری کارمندا مدیر رده بالا رو به جز آقای مهندس مشکین پوش که ببینید شخصیتش چنان بود که همه رو بیرون کردن، بهشون تو نگفتن. و بعد آقای مهندس مشکین قهر کرد گفت اگه همه این مدیران نیان من نمیام، ایشون هم نیومد. رفتن دنبال آقای خسروی، گفتش که اونم گفتش که تا همه مدیران نیان من نمیام. یعنی بعد مدیرا بیان کارخونه اداره بشه. این دوباره پیشنهاد دادن به خودشون. آره نه پیشنهاد شل، نه پیشنهاد سفت. هنوز کاری به جایی نرسیده. یعنی میتونست بیاد. نه. یعنی قرار برای نبود که نیاد. یعنی آقای خسروی رفتنش با قهر کردن رفته. چرا؟ برای اینکه مدیراشو بیرون کردن. چرا؟ برای اینکه کارگرا اومدن خودشون رو به جای مدیرا جا زدن و هر روز یه دستور میدن و تعطیل میکنن، راه میندازن، میبرن بیرون، میارن تو، این کارا میکنن. خب اینجا وقتی اینجوریست، خب آقای خسروی میخواد بیاد چیکار کنه؟ به کی میخواد بگه چیکار کنه وقتی حدود 5 6 تا 7 تا مدیر، این که میگم مدیرای رده بالا دیگه اینا رفتن. آقای مهندس میگه که تا اونا نگن که من نمیام. بنابراین واقعا آقای خسروی قلباً میدونست که این مال کارگراست، چون از روزی که اولین دستگاه رو خرید میگفتش که این 10 تا کارگر داریم، 20 تا میشه، اینقدر میشه. یعنی این رو با تمام وجودش میگفت. خب من این رو که نمیفهمیدم، حالا خودم رو میگم این چی میگه. شاید شما سن و موقع من بودین با من، شاید شما متوجه این حرف یعنی چی. الانم بگی خیلی باز الان متوجه نمیشن، چون فقط میگفت و میگذشت دیگه، تحلیل روش نمیذاشت که. آره میگم ما یه خط خریدیم، آره بچه‌ها به من یه برای این کارگاه شما مثلا یه خط داره میاد اینجوری، ان شاءالله اون بیاد، نمیدونم الان چند نفر، الان 50 اون بیاد، فکر میکنم 70 نفر میشه، 20 نفر بدون هیچ کم. من خودم اینو میفهمیدم اون موقع، چراش هیچ نمیفهمیدم، برام سوال بود ولی شور و شعورم نمیرسید که یعنی چی واقعا. گذشت یه روزی ما این وسط یه راهرو داریم، بعد از اینجا ذره میریم جلو یه خیابونه میخواد به در اون کارگاه، این ور اونور درخت راهروه. ما اینجا رو خیلی قشنگ صاف بود، تمیز بود دیگه، آسفالت موزاییک نکردیم، شن بود اونجا، خاک میریختیم، ظهر میمدیم اونجا نهار میخوردیم. ظهر آره از خونه خانمم نون میآوردم، من پسرم اینا 4-5 نفر بودیم خودم. یه خانم میومد بعضی اولش یه خونه، بعد یه خانم میومد برامون غذا میپخت.
یه زیلوپ هم میکردیم اونجا، میشستیم نهار میخوردیم. نهار خوردیم، سفره بزرگ شد. دیدم جا نیست بشینیم، تعدادمون زیاد شده. بعد یه دفعه متوجه شدم، چون توجه نداشتم. 2-3 تا مهندس هم سر سرفه موندن. یه دفعه به خودم اومدم، عجب. باعث شدم یه سفره 10-15 نفر 2-3 تا مهندس اومدن دارن کار میکنن اینجا. 15 نفر جمع شدن و اینجوری. اون روز متوجه شدم. اون روز زیر این راه رو، اون روز فهمیدم که اون لذتش در چی بود. اونی که اون روز من یه دفعه یه حالتی بهم دست داد. من خودم یعنی اصلا یکی از دلخوشی‌های الان که ما مهندس میشیم پشت خودشای کار کردم، یعنی این رو دیدم. دیگه از نظر سنی چیزی باقی نمونده، ولی خاطر شیرین زندگی واقعا اینه دیگه. من